کوشش میکرد که از درد دل مردم بگوید. ژورنالیستانی برجسته جسور، ژورنالیستانی که همیشه ژورنالیست جا شد صدر و بدر هر دو عالم محمد بهترین اولاد آدم. همه رفتند ما از پیروانیم، همانا از شمار رفتگانیم. این اشاره به همون آیه کلام الله هست که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من آفریدم مرگ شما را و از مرگ شما زندگانی شما را و فردا هر یک بنده ای که من خوب و زیبا بر پیش من حاضر میگردد. برادر گرامی ما فرزند ماست، فرزند من است، فرزند SSR است، چون که در SSR رشد کرد، نمو یافت، همچون شخصیت حضور کرد و از ظهوری مبارک خیش یک پیک برات، پیک نشاط به عالم ژورنالیستیکای ختلان و تاجیکستان آورده بود. محض در SSR پرورده یافت، پرورش یافت و تمامی درد و غصه و پرابلم و مشکل یکایک شما را نوشته میکرد و در گازت SSR چاپ مینمود. همه وقت با شما بود. همون عمل حسنه ای که خدا میگوید این خدمت به خلق است. او خدمتگار شما بود. و ببینید که امروز درباره آزادی مطبوعات هر دشمنای ملت هر چیز میگویند. رئیس ختلان، رئیس کشانیان، رئیس باختر، رئیس شهر کلاب، جمله رؤسای شهر و نواحی ختلان که همه اشان را تنقید میکرد، اما تنقید که سازنده بود اظهار تسلیت کردند. من موظفم به سمع شما برسانم که همین حالا ما در جنازه دیگر بودیم. اکای حسن اسدالله زاده رئیس آریان با شخصی توانا، شخص خوب، خدای غفور هر کس خیلی آبرو نمیتید. لیکن آبرو با آخری بودن هم کاری حدل نیست، کار شوخی ندارد. البته خدای غفور همه ما و شما را موکل کرده است، وقت داده است، مهلت داده است. از وی مهلت یک ذره زیاد هم هیچ کس نمیتونه استقامت کرده. یک ذره کم هم نمیتونه استقامت کرده. حالا همین اینجا یک حساب شهر حساب خود است. اگر این هر که حساب حق العب میبخشد، او خود بخشندی مهربان است و همه صورت است. اما حق العب چیز است؟